سال نو مبارک. امیدوارم سال خیلی خوبی باشه برای همگی، مخصوصا برای ما هوادارهای یونایتد. لااقل توی این سال شمسی، حالا هم این فصل رو شامل میشه هم فصل آینده، تیممون عملکرد خوبی داشته باشه، چه تو لیگ اروپا این فصل چه فصل آینده تو هر جامی که حضور داریم. سلام، من دارم. خیلی خوش اومدیم به یونایتد پاد تاک. قرار است که توی این ویدیو یه بررسی داشته باشیم روی اتفاقات 10 روز اخیر، شایعات، اخبار، حالا مصدومیت هایی که کمتر شده و یه مقدمه و پیشبازی بریم برای بازی با ناتینگهام فارست. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنیم خواهش میکنم که کانال رو ساب کنین که خیلی بهم کمک میکنه. اون نوتیفش رو هم بزنین که از ویدیوها و خبرهایی که قراره بیاد در ارتباط با حالا کانال اطلاع داشته باشین. و اگر ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین برام که بیشتر با هم دیگه در ارتباط باشیم. اما بریم سراغ ویدیو. آقا از شایعات شروع کنیم. حالا از روز اول عید تا الان یه سری اخبار و یعنی اخبار و شایعاتی که هولوش تیم ما بوده هست. اونا رو با هم دیگه بررسی کنیم. راجع به یونایتد که اخبار فراوونه، شایعات هم که فراوونه واسه نقل و انتقالات دیگه. تیممون رو میدونیم دیگه، بالاخره تیم نسبتاً پولداریه نسبت به یه سری تیمای ایتالیایی. لاقل در حال حاضر البته اوضاعمون خوب نیست، ولی لاقل از لحاظ مالی کم شرایط اون نسبت به خیلی از تیم‌ها بهتره. از طرفی اسم و لوگو و برند و باشگاه هم که بزرگه و تیمم چون تو شرایط خوبی نیست دیگه، هر کسی هر بنی بشری رو به ما لینک میکنن. اینم شامل حال همون میشه. در واقع همه بازیکن‌هایی که تو مارکت هستن فصل آینده به ما لینک شدن تا الان، ولی اون اصلی‌ها و حالا اونایی که مهمتر هست رو با هم دیگه بررسی میکنیم. توی اولین خبر که حالا الکس روک از تاک اسپورت کار کرده بود، گفته بودش که تو پایان فصل احتمالاً فکر میکنم هویلند به تیم دیگه ای بره که یه سری تیمای ایتالیایی بهش علاقه دارن. ما در جریانیم، ناپولی و یوونتوس یه سری علاقه نشون دادن، حتی میلان. و از طرف دیگه ای هم اوسیمن خب خیلی به ما لینک شده این چند وقت و احتمال معاوضه این دو نفر رو الکس فروک کار کرده که ممکنه این اتفاق بیفته و این دو نفر جابجا شدن از اونجایی که هم ناپولی هویلندو میخواد هم اوسیمن یونایتد رو. حالا بعد ببینیم در ادامه آیا این اتفاق میفته. اما یه سری اخبار راجع به یه سری بازیکنهای جوون میومد این چند روز که سه تاشون خیلی زیاد بود. یکی جوب بیلینگهام بود که توی ساندرلند بازی میکنه. یه دونه تایلر دیبلینگ که ساوثهمپتون بازی میکنه، احتمالا اخبارشو خودتون زیاد دیدین. یکی دیگه هم ریگ دوباره هافبک ساندرلنده، مثل در واقع جوب بلینگهام. این سه نفر خیلی به ما لینک شدن و نه فقط به ما، به کل تیمای پریمیر لیگ، چون عملکرد خوبی داشتن. جوب که خب یکم تاثیرات جود هم هست که باعث شده که جوب انقدر سر زبون ها بیفته. ریگ هم خیلی عملکرد خوبی داشته تو ساندرلند در کنار جوب بلینگهام و تایلر دیبلینگ هم که اصلا قیمت های عجیب غریبی هم داره ازش میاد بیرون، مثل 100 میلیون و 120 میلیون و اینا، که اصلا اگه این رقم ها باشه من بعید میدونم هیچ تیمی سمت دیبلینگ بره و احتمالا باید قیمت رو بیارم پایین چون بازیکن جوونیه و کسی حاضر نیست اینقدر دیگه براش پرداخت کنه. یه سری اخبار بامزه هم کار شده، یعنی من احساس میکنم دیگه غیر منطقی این اخبار. مثلا منچستر به جذب رافینیا علاقه منده. رو راست باشیم، اولا نه ما پولشو داریم الان بریم رافینیا رو از بارسا بیاریم، نه رافینیا میخواد الان بارسایی که داره میره احتمالاً بره نیمه نهایی چمپیونز لیگ، از اون طرف شاید حتی فینال و قهرمانی و لالیگا هم داره.
و رافینیا یکی از کاندیدای اصلی توپ طلا الان تو بارسا و خیلی هم از فوتبالش لذت میبره، بخواد اونجا رو ول کنه یا بیاد تو یونایتدی که این شرایطو داره و همه این داستانایی که تو این سالها داشتیم، این ریسک رو زندگی خودش بکنه پاشه بیاد. این دیگه یکم اخبار به نظر من مسخره. میگم نه ما پولشو داریم و میتونیم و شاید اصلا بخوایم ما، به خاطر اینکه دنبال بازیکنای جوون میره باشگاهمون، نه رافینیا اصلا میخواد یه شرایط به این ایدئالی رو ول کنه. نیکو ویلیامز هم حتی به ما لینک شده، حالا این یکم منطقی تره به خاطر سن و سال و اینکه حالا تو بارسا نیست، ولی من احساس میکنم که دست بالاتر و تیمای دیگه مثل خود بارسا، حتی آرسنال، اینا دارن نسبت به ما برای نیکو ویلیامز. جاناتان دیوید به ما لینک شده، هم به ما هم به آرسنال هم به تاتنهام، به خیلی از تیم‌ها لینک شده. جاناتان دیوید از اون بازیکنایی که هر سال به همه تیم‌های انگلیس لینک میشه و هیچ جا نمیره. به نظر من مهاجم خیلی ویژه‌ای نیست، مهاجم بدی نیست، ولی برای در حد اسم یونایتد نیست. الان جاناتان دیوید دردی از ما قرار نیست دعوا بکنه و شاید به درد تاتنهام بخوره، شاید به درد یه سری تیمای معمولی تر بخوره، ولی به درد یونایتد نمیخوره. این همه سال هم از کسی نرفته این پوله رو پرداخت کنه از لیل بگیرتش، یه دلیلی داره دیگه حتما، یعنی انقدر کیفیت نداره این بازی کنه. یه خبر دیگه ای کار شده بود طی حالا اون اخباری که با هم دیگه تو ویدیوهای قبلی هم بررسی کردیم، دوباره در ارتباط با گلر. خب خیلی گلرها تو این مدت دوباره به ما لینک شدن. جیمز ترافوردو که صحبتش کرده بودیم دوباره به ما لینک شده. گرین بیلی در واقع این رو کار کرده، این خبر رو، که خب ممکنه واقعا یه گلر دیگه هم که احتمالاً میدونین شوالیه است، گلر فرانسوی، اون هم به ما خیلی لینک میشه. یه سری گلرها هم دارن به ما لینک میشن دیگه. این هم خودش مثلا گلر، اگه اشتباه نکنم اسپانیول به ما لینک شد. خیلی گلرها لینک شده، حالا الان خاطرم نیستش، ولی خیلی گلرها به ما لینک شدن و اونانا هم خیلی به عربستان داره لینک میشه و ممکنه واقعا این تغییر رو تو دروازه‌بان داشته باشیم ما. یه اخباری که بودش، حالا لانگستف، احتمالا یادتون میاد چین لانگستفی که هافبک نیوکاسل بود، داداش دوقلوش هم اگه اشتباه نکنم دوقلو بودن یا داداشش بود، حالا اون هم نیوکاسل بود. اون یکی فکر کنم الان دیگه رفته از نیوکاسل، این یکی ولی هست و به ما فکر کنم 3-4 سال پیش بود که یه دوره هر سال به ما لینک میشد از اون بازیکن جوونا، ولی الان که دیگه اون موقع که سنش پایین بوده ما نگرفتیمش، الان بریم بگیریمش که الان هیچ کاری نمیکنه و مثلا نیمکته، این یکم عجیبه. از اون خبرهای مسخره است دیگه. و اما اخبار بیشتری که حالا حول و حوش نقل و انتقالات تیم ما بوده توی این مدت، بیشتر از همه مهاجم نوک بوده. یعنی حالا گلر تا حدی بوده، بقیه پستا تا حدی بوده، ولی مهاجم دیگه یه جورایی داره گزینه های نهایی میاد بیرون. حالا یه سری شایعات هم میاد، یه سری گزینه جدید هم این لابلا میادش، ولی حقیقتا من فکر میکنم اوسیمن، گیوکورش، اکتیکه، ماتتا، جاناتان دیوید و شاید مثلا ولاهویچ، اینا دیگه گزینه های دیگه نهایی این داستانن. و یکی دو تا از این گزینه‌ها من احساس میکنم که به درد تیم ما نمیخورم، مثل جاناتان دیوید، مثل ماتتا. به نظر من اینا گزینه‌های خوبی نیستن. یه سری گزینه‌ها مثل اکتیکه یا مهاجم لایپزیگ که الان اسمش رو یادم رفت، ششکو، این دو نفر از اون بازیکن جوونایی هن که شاید بشن شاید نشن، و دو سه تا بازیکن هم مثل اوسیمن و گیوکورش که اصلی ترین گزینه هایی هن که دارن به ما لینک میشن. و من احساس خودم اینه که بین این دو نفر ما یکی رو قراره بگیریم، باید وایسیم ببینیم چی میشه، که حالا امروز هم یه خبر اومد، حالا با هم بررسیش میکنیم که گیوکورش یه مثل این که به آموریم یه سری قولا داده. و اما تو پستای دیگه ترینکاو به ما خیلی داره لینک میشه
ما تو سمت راست نیاز به تقویت داریم. حالا چه میخواد اون شماره 10 راستیه باشه، چه میخواد وینگ بک راست باشه. قاعدتا از نظر ما وینگ بک راست ما ضعیفه، یعنی دیگو دالو اون توانایی کاور کردن وینگ بک سمت راست و کانال سمت راستی رو نداره. این چیزیه که برای ما دیگه واضح شده و ما با توجه به این قضیه توقع داریم بریم یه وینگ بک بگیریم. حالا قرار بودش که بریم کوئندا رو بگیریم از اسپورتینگ، اون رفتش چلسی. حالا فرناندز داره به ما لینک میشه از براگا که بازیکن جوون خوبیه، و تا حدی فریمپان که اون به لیورپول هم لینک شده جای ترنت بره بازی کنه، که این احتمال هم وجود داره که بره جای آرنولد بازی کنه و لیورپول رو ترجیح بده با توجه به شرایطی که لیورپول داره و تیم قهرمانه بالاخره. ولی فریمپونگ و در واقع فرناندز بیشترین گزینه‌هایی که به ما لینک شدن. حالا ترینکاو این وسط اومده. آیا با حضور آماد دیالو ما نیاز به فردی مثل ترینکاو داریم؟ اینجا یه مسئله‌ای به وجود میاد، اینکه آموریم تو ذهنش چی داره میگذره. اینه که آیا آماد رو بیاره تو وینگ بک راست بازی بده که میخواد ترینکاو رو بگیره؟ این احتمال وجود داره. چرا؟ چون توی این فصل ما آماد وقتی که وینگ بک راست بود خیلی عمل کرده خوبی داشت. یعنی حتی شاید بتونیم بگیم بهتر از پست شماره 10ش بود. البته شماره 10ش هم کلا خوب بود آماد، ولی وینگ بک راست خیلی اولش ترکون و اصلا تو وینگ بک راست دیده شد با حضور آموریم و عملکرد خیلی خوبی داشت. و شاید با توجه به اینکه آموریم یه در واقع بازیکن وینگ بک چپ پا میخواد برای سمت راست و واسه همین کوئندا به ما لینک میشد و تو تیم خودش همیشه به این شکل بوده، آماده اون بازیکن است و پتانسیل دفاعی هم داره، توپگیری خوبی هم داره، بادی تایپ و استایلش هم خیلی به کوئندا شبیه از لحاظ جثه‌ای و میتونه کاملا جای اون بازی کنه. و ممکنه ترینکاو به این دلیل داره به یونایتد لینک میشه که ترینکاو بره اون شماره 10 رو بگیره و آماد بره بغلش تو وینگ بک سمت راست وایسه. این احتمال وجود داره، ولی من احساس میکنم که باید قاعدتا ما وینگ بک راست بگیریم، مگر اینکه آموریم میگم این حرکت رو بخواد بزنه. و وینگ بک راست هم فرناندز و فریمپانگ گزینه‌هایی که به ما لینک شدن. یه اخبار مصدومیتی هم داشتیم این وسط که آماد احتمالاً اوایل ماه می به تیم برمیگرده، که این خبر خیلی خبر خوبیه به خاطر اینکه فکر کنم 2-3 تا بازی آخر لیگ ما رو میرسه و از طرفی اگر ما تو لیگ اروپا بیایم بالا احتمالاً به فینال که قطعا میرسه، اگه تا فینال بریم شاید حتی به نیمه نهایی هم برسه، نمیدونم حالا تقویم به چه شکل میشه. و اینجوری آماد رو ما میتونیم تو شرایط حساس داشته باشیم تو بازی‌های مهمتر و میدونیم چقدر تأثیر گذاره. اما فوفانا که به ما لینک شده بود دقیقا برای همون پست وینگ بک راست، حالا یا شماره 10 سمت راست، بازیکن لیون که قرار جلوش هم بازی کنیم، گویا جلو یونایتد قرار غایب باشه و احتمالا بازی رو از دست بده، بازی رفت رو، که این خبر خوبیه چون که بازیکنهای مهم لیون هست. اما سه تا گلر هم به ما لینک شدن مثل همون مهاجمایی که راجبشون صحبت کردیم. شوالیه بودش، خوان گارسیا بود که خدمتتون گفتم، و خود جیمز ترافورد که از برنلی بود. این گزینه‌ها به ما لینک شدن. حالا تو گلر هم چند نفری هی دارن به ما لینک میشن. گلر آنتروپ هم به ما لینک شده بود، لمنس اگه اشتباه نکنم، لمنس یه همچین چیزایی بود اسمش، دقیقا یادم نمیاد. اون هم به ما لینک شده بود. یه سری گلر جوون هم دارن به ما لینک میشن، حالا برای اینه که بیان اونانا رو به چالش بکشن یا بیان فیکسشن اصلا اونانا رو ما رد کنیم بره نمیدونیم. حالا اونانا به عربستان هم گفتیم لینک شده. و حالا یه سری از این اخبار و شایعات بوده دیگه. اما امروز من قبل از اینکه دقیقا ویدیو رو بگیرم، یه سری رسانه‌های انگلیسی و حالا پرتغالی خیلی راجع به اینکه گیوکورش با آموریم قول داده که من میام یونایتد، راجع به این موضوع دارن صحبت میکنن. یعنی انگار که مثلا حالا البته اینا که شایعه است، ما که دیگه میدونیم این چیزا رو، ولی خب گیوکورش هم دیگه یه جورایی که اون گزینه اصلی هست، ولی
به نظر من خیلی تاثیرگذار خواهد بود. رو نظر همه این بازیکن‌ها رفتن به چمپیونز لیگ ما، اگه لیگ اروپا رو بتونیم بگیریم و اگه بتونیم بگیریم، من فکر می‌کنم همه این گزینه‌ها شدنیه. ولی اگه نتونیم بگیریم ممکنه یه سریاشون نشه. مثلا توی سری خبرها اومده بود که اوسیمن در هر صورت دوست داره بیاد یونایتد، ولی مثلا در ارتباط با گیوکورش ما میشنویم که هدفش اینه که تو تیم چمپیونز لیگی باشه. این هم از اخبار و شایعات. اما بریم سراغ بازی با اه، ناتینگهام. خیلی دیگه خبر دیگه ای تا اینجا نبود بخوایم بررسی کنیم. باید وایسیم، بیشتر باید وایسیم آخر فصل شه، یکم اوضاع بهتر شه. حالا شایعات رو همینجوری میایم با هم چک میکنیم، یه خوشی بگذرونیم و تموم شه بره. ولی باید وایسیم تا قطعی بشه، بیشتر بتونیم بازیکن‌ها رو تحلیل کنیم، راجبشون صحبت کنیم، آمار و ارقامشون رو ببینیم. ولی در حال حاضر بیشتر از شایعات چیز دیگه ای نبوده. اما مصدومیت هامون، حالا کنفرانس خبری قبل از بازی که آموریم داشت همین 1 ساعت پیش، این بود که میسن ماونت در احساس بهتری داره، اما بازی آخر رو نیمکت بود. احتمالاً منظورش اینه که بازی نمیدمش این بازی، شاید نیمکت باشه. کوبی گفته تقریبا آماده است اما برای این بازی آماده نیست. جانی ایوانز و ایدن هیون هم گفته در حال بهبودی هن. لیچا غایبه، اینو که میدونستیم. مگوایر و یورو هم گفته برگشتن. لوکشا هم گفته که با تیم تمرین کرده اما ما هنوز روش انگار ریسک نمیخوایم بکنیم. و در واقع برگشتی های ما نسبت به حالا قبل فیفا ده، یورو، هری مگوایرن احتمالاً، که خب مهمه. مثلا این دوتا دفاع ما برگشتن دیگه. در مورد چیدو و بی مارتین هم گفته که امروز قراره برای بازی زیر 18 ساله تو جام حذفی بازی کنه، در واقع تیم زیر 18 ساله ها، که مشخصه پس برای بازی فردا قطعا نخواهد بود. و در ادامه هم گفته که خب حالا یکم گفته ما فصل سختی داریم و بازی های مهم بعدیمون رو گفته که ما تو 3 بازی سخت تو لیگ داریم و توی لیگ اروپا هم 2 بازی بسیار مهم داریم که 5 بازی آیندهمون واقعا بازی سختی. اولیش که با ناتینگهامه، بعدی با سیتیه، بعدی با لیونه تو زمین لیون، بعد با نیوکاسل این وسط بازی داریم و بعد برگشت با لیون که خیلی بازی ها فشرده و سخته. همشون هم سخته، یعنی لیگیا سخته، لیون هم که سخته. به نظر من آموریم بعد وقتشو بذاره رو اون لیگ اروپا دیگه. یعنی این بازی ها رو یه جورایی، حالا این بازی رو باز بیشتر میتونه سفتر بگیره، ولی بازی با سیتی و نیوکاسل اگه بتونه یکم استراحت هم بده خیلی خوب میشه. این هم از این موضوع. اما بریم سراغ ترکیب احتمالی که حالا احتمال داره ما داشته باشیم. خب تو گل که احتمالا اونانا رو داریم. با برگشت هری مگوایر و لنیورو احتمالا خط 3 نفره دیلیخت، مگوایر و لنیورو رو خواهیم داشت. شاید جای مثلا یورو که تازه از مصدومیت برگشته شاید مزروعی رو بازی بده. ولی من احساسم اینه که دیگه حالا هیون که اصلا نیستش، ولی لینلوف قطعا دیگه نمیذارتش با حضور مگوایر فکر کنم آماده است کاملا. سمت راست رو دیگو دالو احتمالا بازی کنه، چپ هم که دورگو بعد از محرومیتش که تمام شده برمیگرده. اوگارت فرناندز وسطن. هویلند و احتمالا نوک بذاره، گارناچو هم باشه و زیکسی. یعنی احتمالا این ترکیبیه که قرار بازی کنیم برای بازی با ناتینگهام فارست. حالا ممکنه سری تغییرات هم البته باشه دیگه، حالا با توجه به اینکه آمورین بعد از مصونیت چه تصمیمی میگیره. حالا میسن ماونت هم میتونه بیاد حالا جای زیکس یا گارناچو بازی کنه، ولی من فکر کنم رو نیمکت باشه با توجه به مصاحبه ای هم که کرد و فکر نمیکنم دیگه تغییر خاص دیگه ای داشته باشه ترکیبمون. و ناتینگهام هم که ترکیبش، یعنی تیمش اصلا تیم خیلی خوبیه. ایلانگا و اودوی و گیبس وایت و اینا خیلی بازیکنای خوبی هن و رتبهشون هم که 3 لیگ دیگه. امیدوارم ما بتونیم این بازی رو ببریم. حقیقتا من احساسم اینه که این بازی مساوی میشه. خوشبینم، احساس میکنم این بازی مساوی میشه. نمیبریم ولی مساوی میکنیم و امیدوارم روند خوب حفظ بشه تا بازی با لیون و این انرژی از بین نره، یا 2 باخت بدیم این بر با سیتی با ناتینگهام بعد بریم سراغ لیون.
و همین دیگه نکته دیگه ای نمونده. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین. اگر که ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنین، برام کامنت هم بذارین که با هم دیگه بیشتر در ارتباط باشیم. کانال رو حتما ساب کنین، یادتون نره اون نوتیفش هم بزنین که از ویدیوها با خبر بشین. دمتون گرم، دمتون گرم، مراقب خودتون باشین. فعلا خداحافظ.